به تازگی مطلبی در فضای مجازی به نسبت مبتلا نشدن به ویروس کرونا تجویز نمودن که بله شما از سلام علیک کردن یعنی مصافحه کردن و از دست دادن با هم دیگر پرهیز بکنین. کسی این مورد را رعایت بکنه و دیگر موارد بهداشتی را مشکلی نداره. اما پشت سر این مطلب بله سلامی جدید یعنی نحوه دست دادن جدید که اینطور مشت بکنن همدیگر را، دوستان این برخلاف سنت نبی علیه السلام هست. ما اینطور هرگز به همدیگر سلام ندیم. این برخلاف سنت نبی علیه السلامه. نبی علیه السلام به ما یاد دادن سلام بدیم. حالا کسی دست نداد مطابق سنت گناهی بر او نیست، ولی قرار هم نیست که ما در سلام دادن برخلاف طریق نبی خدا علیه السلام برای خودمون ترتیبی را اتخاذ بکنیم که این کار اشتباه بسیار بزرگی است. بعضا من میبینم که در فضای مجازی این مسئله سلام را به حالت شوخی در آوردن که بله پاها را به هم میزنن در سلام دادن. این چیزها، این موارد برخلاف شرع هستند. اگر کسی چنین موارد را به خاطر مزاح شوخی در آورده، کار گناهی کرده، کار بسیار بدی کرده. اما اگر کسی به خاطر استهزاء به شریعت و دین و دیانت که بله سلام جدیدی ما در مقابل مسلمان ابتکار کردیم، بله این چنین اشخاصی در دایره خروج از دین اسلام قرار میگیرن که الله متعال از چنین موارد در قرآن و نبی خدا صلی الله علیه وسلم از چنین موارد در احادیث خود که ما کدام حکم شرعی را به سخره و مسخره و استهزاء بگیریم نهی کردن. این موارد خطر ایمان دارن، لذا رعایت بکنیم موارد بهداشتی را، از جمله سلام دادن. حالا کسی قوت ایمانش زیاده، توکلش زیاده، میخواد دست هم بده دست بده، مشکلی نداره، و کسی میخواد رعایت بکنه دست نده هم مشکلی نداره. اما چنان ترتیبی را اتخاذ کردن در سلام در دست دادن برخلاف سنت نبی من، این برخلاف سنت است و چنین چیزی هرگز در شرع جایگاهی نداره.